اصلا نمیتونم چشامو رو هم نگه دارم اصلا. نمیدونم چیکار کنم. منظره رو فقط نگاه کنی چقدر قشنگه. اینجا سری قبل با حمید بارون میومد خیلی بدجور. بعد با حمید اومدیم اونجا نشستیم غذا خوردیم بکنیم تپه های بلند نشستیم زیر پامونم. اینجا جنگل های بلوطه اون ورتر که میری جلوتر، یعنی هم پشت سرمون داشت هم جلوتر. اینجا رودخونه است، اینجا این وسط این ور نشون میده رودخونه است. ماهی های خیلی این قزلالا های خود قزلالا داره اینجا. قزلالا کردستان که میگن همینجاه. یه چیز قشنگیه دیگه. نگاه کنید الان سر تو سفر چی هست اینجا. این منطقه مهرانیه که منافقا فرمانده مسعود از اومدن با مریم رزیلی بیان آخر جنگ میخواستن این منطقه رو بگیرن، اصلا اینجا وارد ایران بشن بیان تا اصفهان و تبریز و همه اینا رو گفته بودن میرن و اومدن. چون جنگ کاسه تمام شد و میر آمدن اومدن، ولی مردم پدرشون رو در آوردن. بعد دیگه اینجا منطقه خاطر انگیزی هم هست که اینجا واقعا قشنگه. واقعا از اون تصادف بگنم نمیدونم چجوری رانندگی منم به حضرت عباس خاتم سپردیم امام حسین 10 بار بهش بگفتم بابا مواظب ما باش، ما خوابم نمیتونم رانندگی کنم به حضرت عباس. خودم ما دیگه ول کرده فرمونه نگاه کن الان وله فرمون وله خودش مره اصلا کار نداره به ما به حضرت عباس.